16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи ҳофизи шерозии ноҳияи синои пойтахт бинои тарабхонаи баҳорфарелро мавриди истифода қарор доданд. иншооти муосири хизматрасонию сайёҳӣ мутобиқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه از جانب صاحبکار وطنی راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار سید محی‌الدین سیفوف بنیاد شده است. یادآور می‌شویم که 10 نوامبر سال 2022 پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن افتتاح حوزه ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار در موضع اولوچه‌دره دهات رامت شهر وحدت دستور داده بودند که با استفاده از این امکان در پایتخت کشور نقطه‌های فروش گلماهی و خوراک‌های از آن آماده شده را تأسیس دهند. اول من می‌خواستم منتداری خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نسبت دستگیری صاحبکاری رشد دادن آن در مقیاس جمهوری بیان کنم. این طرفخانه‌ای که امروز افتتاح گردید یکی از نشانه‌های دستگیری صاحبکاری میباشد که یک گوشه شهر یک گوشه وطن عزیزمان با گلستان بدل گشت. در این طرفخانه‌ای که امروز ما افتتاح کردیم با تمام تجهیزات‌های معاصر زمانوی بهر خدمت رسانیدن با مهمانان داخلی و خارجی سیاحان و معرفی مهمان نوازی تاجیکانه آماده میباشد. ما مطمئنیم که هر نمود مهمانی که بیاد خدمت رسانیده میتوانیم. در این طرفخانه‌ای که امروز افتتاح گردید اصلا از ماهی خوراک تیار کرده میشود که ماهی ها در خواجگی جمعیت در شهر وحدت پرورش کرده می شوند. با کلکتیو کارگران با فرزندان اقدام گرفتیم که در آینده بهر خوبتر و خدمت آماده شدن بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالی استقلالیت سعی و تلاش داریم. کارهای ساختمانی و بنیادی در این انشاءات خدمترسانی و سیاحی با جلب متخصصان محلی در مهلت کوتاه با رعایت صنعت خاص معماری ملی و معاصر با صفت بلند به انجام رسانده شده است. بنای طربخانه بهارفرل از تاخانه واسع و شونه عبارت بوده دارای 3 تالار کلان، حجره‌های علوهیده اویلوی، نقطه فروش ماهی و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. مساحت عمومی انشاءات نزدیک 1 هکتار بوده با افتتاح آن زیاده از 100 جای کاری مهیا گردیده است. در طرفخانه امکان است که در یک وقت به زیاده از 500 نفر خدمت رسانیده شود. خوراک ها از ماهی در این طرفخانه از طرف آشپزان ماهر آماده می گردد. در طرفخانه همچنین دیگر نوع‌های خوراک‌های ملی و اروپایی با طعم و لذت خاص تیار و پیشنهاد میزبان می گردد و با تاکید مسئولان تنها از ماهی نزدیک 20 نوع خوراک و در عموم 100 نوع غذا و خورش‌ها آماده کرده می شود. منتداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم. زیرا محض با دستگیری‌های ایشان امروز در پایتخت مملکت با اقدام صاحبکار وطنی سید محی‌الدین سیفوف چنین یک طرفخانه زمانه‌ای ساخته به استفاده داده شد و ما یک گروه جوانان به جای کار دائمی و معاش خوب تامین کردیم. با استفاده از شرایط معاصر ما کوشش می‌نماییم که خدمت رسانی خوب فرهنگ بلند مهمان نوازی تاجیکانه را به مهمانان و سیاحان معرفی نماییم. در نقطه فروش طرفخانه ماهی زنده، دودپز، تخم ماهی، گوشت پرنده استحصال خودی و چاروا به فروش برآورده شده است. تاکید گردید که تاجیکستان با طبیعت بهشت‌آسای کوهسار، ترما و پریخ‌ها و رودهای شوخ سرداب امکان دارد که از جهت استحصال و صادرات گلماهی در جهان در جای اول قرار داشته باشد. طور اطلاع داده شد فعلا اقتدار استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار در یک سال 200 تن گلماهی بوده. در 2 سال آینده در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت این نشان داد تا به 1000 تن رسانده خواهد شد. در نقطه فروش طرفخانه تمام محصولات از استحصال وطنی میباشند. ماهی‌هایی که در اینجا به فروش گذاشته شدند در حوزه‌های ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیتش محدود بهار شهر وحدت پرورش کرده میشوند. میزبان و مهمانان و سیاحان میتوانند برابر استفاده از خوراک‌های آماده در این طرفخانه همزمان ماهی‌های زنده، گلماهی و دیگر محصولات گوشتی را از اینجا خریداری نمایند. ما کارمندان جمعیت در اساس دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استفاده از امکانات طبیعی کشور عزیزمان
کوشش می‌نماییم که استحصال گلماهی را سال از سال زیاد نماییم. نقشه داریم که در 2 سال آینده استحصال گلماهی را از 200 تن سالانه تا به 1000 تن رسانیم. سرور دولت محترم امام علی رحمان اثنای شناسایی با شرایط فراهم گردیده در طربخانه تازه بنیاد با مسئولان جهت در سطح بلند به راه ماندن خدمت رسانی به مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی و معرفی فرهنگ بلند مهمان نوازی تاجیکانه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. اطراف این شد با اسلوب خاص گلکاری و سبزکاری شده در صحن آن 3 فواره بنیاد شده است. همچنین برای واسطه های نقلیات میزاجان با 140 جای توقفگاه موجود می باشد. شبانه روشنایی بینای طربخانه به حسن این موضع زیبایی خاص ضم می نماید. راهبریت جمعیتی دارای مسئولیت محدود بهار آینده نقشه دارند که در زمینه شرایط خوب صاحبکاری در کشور باز 2 عدد چنین طربخانه های زمانوی را در شهر دوشنبه ساخته به استفاده دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اقدام راهبریت و کارمندان جمعیتی دارای مسئولیت محدود بهار را در سمت رشد ساحه ماهی‌پروری، سیاحی و تأسیس جایهای نوی کاری نمونه ارزیابی کرده به مسئولان دخلدار برای دستگیری همه‌جانبه از این گونه تشبس‌های سازنده دستور و سپارش‌های مشخص دادند.